صالحه مؤمنه ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها است که وقتی که دید که این رسول الله یک مردی پاک هستند، حالا پیامبر نشده، پاک هستند، امین هستند، صداقت دارند، از همه جانب بهترین صفت ها را دارند، حالا پیامبر نشده، فهمید که این مرد را باید چکند به نکاح بگیرد، باید زنی این مرد شود. اینقدر زنی دانا بود، اینقدر زنی عفیفه بود، مرد پاک و امین راشن بود. اولین کسی که به رسول الله ایمان آورد، رسول الله را دلبرداری کرد، حمایت کرد، این انا همین خدیجه بود رضی الله عنها. به درجه رسید، به اون مقام رسید، اینقدر به درجه اولیاگی رسید به خاطر ایمانش، اخلاصش، توحیدش، صداقتش. جبرائیل روز فر آمدند به رسول الله گفتند فقر منی و من الله لخدیجه، فقر لخدیجه منی و من الله سلام. ای محمد صلی الله علیه وسلم، از من و از الله به خدیجه سلام بگو. الله اکبر. یک زن سبب منتشر شدن دین، سبب حمایت رسول الله به پولش، به مالش، به فکرش، چقدر رسول الله را حمایت کرد. زنی بای و به دولت بود، تمام پول و مال و ملکش را به خاطر نصرت دین پرداخت کرد.